و حالا داستان کافیه 18 ساله، اما در ظاهر کودک دختره که همه خانوادهش قربانی نبرد شده و خودش هم به گونه آسیب دیده که اکنون شیرینی و تلخی زندگی را به آسانی فرق کرده نمیتونه. حکایت دردناک و تکان دهنده کافیه 18 ساله که در ظاهر طفل بیش نیست، باشنده روستای جویشاله ولسوالی سنگین ولایت هلمند است. عضو خانواده 15 نفری بود که 14 تن آن در یک حمله هوایی جان باختند. وی تنها کودکی بود که در این حمله در حالت بیهوشی زنده ماند و اکنون وضعیت صحیحش چنان دردناک است که حتی خود را نمی‌شناسد. دغه غټ انجلۍ اوس اعصابو کار پرې شي دا ونکړي ده راوسه غټه سوې نه ده لیونۍ ده هېڅ لا نشي ویلی هر شي ته چې ورولوېدل بلا بس چې موږ نه یو تړلي مو یې ګرده ورځ کور ته یوازینی یو ماشوم چې د هغې کورنۍ غړی پاتې دی همدغه ماشومه ده. زخم‌های ناشی از آن بمباردمان برای او چنان سنگین بود که در نتیجه آن نه تنها اعضای بدن او از رشد و نمو باز ماند، بل توازن ذهنیش را نیز از دست داد. عضلات چې د هغې هیڅ نمو نه کوي او هیڅ تصور نه کیږي چې همدغه ماشومه دی د 13 کالو عمر ولري. پدر بزرگ کافیه که اکنون از او حفاظت می‌کند میگوید با آن که از آن رویداد سالها سپری شده اما هنوز هم دردش را احساس می‌کند. پله ورته ولاړم چې د لوټو څه مې راکښله یو لام کم تر دغه چې دغه مې المسیان وه دوه مې دغه زامن ځوانان بیا وروسته شهیدان شول. نه در اوسه چا مرسته راسره کړې ده. این خانه که حدود 9 سال پیش در حمله هوایی بر خانواده کافیه به ویرانه مبدل شده بود، اکنون دوباره تا حد پاسسازی شده است، اما دردهای کافیه هنوز هم بی درمان مانده است. 14 کسه په دغه سرای کې شهیدان شوله، دوه مې نورونه چې بله چاپه راله په هغه چاپه کې شهیدان شوله. ولسوالی سنگین یکی از ولسوالی‌های هلمند به شمار می رود که در جنگ‌های گذشته مردمان آن بیشترین قربانی را متحمل شده است. اما اینجا خانواده یک دختر جوان که به شکل مرموز در کابل به قتل رسیده از نهادهای امنیتی می‌خواهد قاتلان آن را شناسایی و بازداشت کنند. پدر این دختر 11 ساله گفته او به روز سه‌شنبه هفته گذشته در کابل ناپدید شد و سپس پس از یک شبانه روز جسد وی در غرب کابل پیدا شد. اسما ساین جزئیات می‌دهد. تصویر از جسد دستان بسته یک دختر 11 ساله که در روی زباله ها انداخته شده است. گرچه این تصویر به روز دوشنبه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد، اما خانواده این دختر می‌گوید جسد آن را به روز چهارشنبه هفته گذشته در دشت برچی دریافت کردند. دست پایش بسته بود. به سر مشغلدانی انداخته بودش. خب باز مردمای منطقه رفته بود، طالبا را هم خبر کرد، وکیل کشور هم خبر کردن. خشونت بود، نه یک خشونت علیه یک طفل که بیگناه و معصوم بود. پدر این کودک میگوید که دخترش به روز سه‌شنبه هفته گذشته برای خرید به بیرون از خانه رفته بود که ناپدید شد و پس از یک شبانه روز جسدش را به دست آورد. طالبا از ما پیش اونجا پیدا کرده دوره. پیدا کرده در بیخشم تریسته بود، بلیش یک دان از او مانتونا هم پرتک داد. رفتم که روی از لوچ کنم، لوچ که رویش نیشت. بسیار اذیت کرد. پشت زخم دو جایش زخمی بود. اعضای این خانواده از نهادهای امنیتی می‌خواهند تا قاتلان این کودک را شناسایی و بازداشت کنند. قاتلش دیگه پیدا کنه دیگه دستگیر کنه دیگه هم خونچری بدیه هم منزو خودچر دیگه پیدا کنه حلال کنه. با قضیه لا در څېړنو لاندې ده چې کله جزئیات بشپړ شي موږ به له تاسو سره شریک کړو. در هفته جاری در یک رویداد دیگر در ولایت هرات 5 عضو یک خانواده از جمله 3 کودک و یک زن نیز به شکل مرموز کشته شده بودند.